با کجا می روی؟ با نزد یک قهرمان. اکام در همین جاست؟ بله، رفته در پیشش به زانو میزنی. دروغ گفت. آخر مرا باید نجات میداد. خواطر نشو، ابدا نجات مییابی. کنیفرو، کنیفرو، بیا بیا گفتم بیا. فرا میگویم سرده فرا. سرده او را دار. کنیفرو، سرده راه گرد. سرده دمت را گیر، راه گرد. شریکتون در را میگویم سرده را. اکا نمیدونم با تو چی گفته است، اما من گناهی ندارم. او مرا فریب داد. من تو رو فریب کردم؟ او دروغ میگه قهرمان، باورش نکن. مرا استفاده کرده در میان راه پرتافت. اکا او به من پیشنهاد کرد که تو را به حبسخانه پرتافته خودمون نجات یابیم. اکا من خودم را میدانم، تو هم مرا خوب میشناسی. مگر من چون این کار را کرده میتوانم؟ قهرمان از اولی کار حیله میکرد. من حتی خبری هم نداشتم. بس است. در آن دنیا هر دوتون حساب و کتاب میکنید. این کارا نکنه که من برادرت هستم. ابله از تو بر این برادر نبودنش بهتر است. قهرمان تنها همین را میدان. من همیشه تو را دوست میداشتم. من هم تو را دوست میداشتم، اما دیگر دوست نمیدارم. اینها رو از اینجا برید. خوب شد است اکا. پسرم میفرمودی اینها رو تازه کرده می آوردم. چشمانم نمی بینند. اینقدر پول میدهم آخر. خواهید فرمایم. مادر شما کودکید؟ آخر جدا کرده خورید نمی شود؟ اگر باز در بین اینها کمی حلوا می آوردم خیلی خوب می بود. شرف دوست می دارم، من هم دوست می دارم. ببخشید یک دقیقه. لبای خانم، حلوا دارید؟ بله خانم، حلوای خوب دارید. خیلی خوب می شود. مادرم حلوا خواستند. خوب شده است. تشکر.
خوراک خیلی با لذت می نماید. بویش اشتها آور. کنی بچه ها خنک نشده خوریم. ایستید. چی شد؟ همه چیز هست و در میزمون یک کس نمیرسد. دختر چرا نمیخوری؟ نمیخوام پدر جون. دیلم تخم بیریان میخواد. تخم بیریان فرما. آخر تو گامبورگر را دوست میداشتی که اقلا یک لقمه خور؟ بهش میکنم؟ کمیسر عزیز خوب هستید؟ من و آسیا به خانه فرید آمدیم. یک خوراکی بالازد آماده کردیم. همه چیز هستن و شما نمیرسید. با دختر چهتان می آمدید خوب می شد. برای عوض این نیکی هایتان شما را می نداری نکردیم. بیایید یک جای خوراکی شام خوریم. مرا آقای قهرمان فرستاد. به شما سلام فرستادم. از این پس من ادوکات شما می شوم. به این امضا گذارید. آقای قهرمان گفتند که هر مشکلی پیدا شود به او خبر دهید. شما هم به او سلامم رو رسانید. همین که از اینجا برایم نخست به عیادت او می روم. چه خوراک آماده کرده است پدر جون؟ رفتیم جانکم. خوش آمدید. مرحمت درآیید. شام بخیر خانم فریده. شام بخیر. من رفتن این زن رو میکشم. پسرم کنی زود به ماشین نشسته به خونه اتون روید. من هم به بالا میبرایم. چخل ماشین مادر. من رفته با او گپ میزنم. شرف مرحمت گذارید. در جانکم. خانم فریده یک دقیقه برو. شما گذشته به سری میز بشینید. من زود می آیم. چی میخوای شرف؟ تو چی کار میکنی؟ تمام محله رو در خانه جمع میکنی؟ چی شده است؟ خوراک میخوریم. باید از تو اجازت میگرفتم. بله لازم باید اجازت میگیری. در آن خانه فرزندان من هستند. حق نداری هر کی را خواهی به آنجا بیاری. به دهانت نگاه کرده گپ زد. و سفسطه نگوی. هم آقای عزیز و هم آقای کمال در روزهای سخت در برم بودند. فهمم؟ از این پس هیچ کس نمیشود. هر چی لازم شود از من میپرسی. شرف از برای خدا. از برای خدا از اینجا بیرم. با تو مرا چیزی پیوند نمی کند. من می توانم خودم قرارم رو برارم. فهمیدی؟ مرا به غضب نار فریده. رفته همه‌شان را از خانه بیرون میکنم. همین کنی با من بیا. خانم افسون، من این شرف را خوب میشناسم. خودخواهترین انسان دنیا است. در همه حالت اول خودش را فکر میکند. حتی به کارهای دیگران اهمیت هم نمیدهد. شخصی را که امروز خیلی دوست میدارد فردا بیرحمانه ترک میکند. بعد مثل که چیزی نشده باشد بر میگردد در پشت در زوره تولد میکند. همان گونه‌ای که با من کرد. شرف راست میگوید. تو او را زوره کردی؟ از بخیلیش میگوید دخترم. دروغ میگوید آخر. گوش کنید.
من در وقتش خطای کلان کردم. دلم و درم همیشه برای شرف گشاده بود، اما اکنون چنین نیست، دیگر نیست. حالا به شما همچون زن از دلسوزی میگویم تا شما هم عذاب نکشید، چون که من بسیار عذاب کشیدم. چی بودنی آن رو خیلی خوب میدونم. حالا باشد شوهرتان رو گرفته روید و به او گویید که دیگر دری مرا نکوبد. او را بگی او از آن توست. او را در آغوش بگیر، به تو احتیاج دارد. من نمیتوانم، کودک من نیست. خدایا من نمیتوانم. دستت را دراز کن وگرنه میمیری. نمیتوانم. کودک من نیست. خدایا من نمیتوانم. امینه
دخترم خوب هستی؟ با تو چی شد؟ نمیدونم مادر، از دیروز باز خوب نیستم. شاید معده‌ات ناراحت میکند. اگر از تاثیر خوراک باشد، لیکن ما هم خوردیم با مو چیزی نشد. چی گپ است؟ امینه چی شد؟ شبی در روز رفته آمدی؟ به معده‌ات چی شده است؟ به فکر معده‌ات رو خنک گرفته است. در چنین هوای سرد با لباس تنوک میگردی. چرا گپم رو گوش نمیکنی؟ امینه اکای کمال است. بیا فریده، زودتر رویم، دیر نشود. حاضر راهها بسته می شوند. برف مبارکم بارید. شما روید، من امینه را دیده زود می آیم. میلش. امینه خوب هستی؟ تو بهترش امروز با مکتب نرو، در خانه شین. نه دردش ماند، خوبم. مادر خاطر نشوید، او خوب است. کمی خونو خورده است. شما اکای کمال رو انتظار نکنید. اگر یگان چیزی مهم شد با من خبر دهید. مادر امروز از همه چیزی مهم همان مرافعه است. انا بینید امینه خیلی خوب است. اکنون روید. میلش تو بازدید. بیا. تو را باید به مرافعه می بردند. چرا باز رویت رو بسته ای؟ با فکری تو چرا؟ خدا جانت را گیرد، مثل تو هیلگر کم است. باز چی نقشه داری؟ هیچ گپ نه. وقتی که از حبسخانه برایم باز البته جراحی میگذرونم. به نزد بهترین دکتران میروم. خیر کمی دیگر طاقت کنم همش حل میشود. یعنی دیلت پر است که امروز رهایت میکنند؟ امینه ایستا، با تو گپ دارم. چند روز دست رو میکنم. تلفن رو هم خاموش کردی. مگر مرا پزمان نشدی ها؟ تو چی ها میگویی ها؟ چرا تو رو پزمان شدم؟ با گناهی تو قریب مادرم میمور. اکا هم باشد حبس میشد. امینه من چی گناه دارم؟ مگر ندیدی که اکا چطور به من هجوم کرد؟ رو از اینجا. با تو چی شد؟ رو زودتر، یگان کس نبیند. ایستا، 2 دقیقه صحبت کنیم التماس. کرده. امینه ای خدا. امینه سلامت باشید. خوش آمدید. خوش آمدید. سلام. خوش آمدید. هیچ کس نیست خانم؟ نه، حالا نامدند. امروز قرار رو میبرولند. عقرب گریخته است. بنابراین در روز کشیدن مرافعه ممکن است، اما پینور حتما حبس میگردد. خاطر نشوید. واه واه واه، این گل ها از به آب قریب خشک شدند کو. ایگون با خانم حفیظه گوید که این گل ها را به آب نماند و خیر خشک می شوند. ایگون میدانی گل های به زبانم مثل انسان هایند. انا به این گل نگر، اگر با برگش آب رسد در حال میپوسد. برای همین با احتیاط آب میریزید تا اینکه نپوسد، خشک نشود، خوب سبزیده گل کند.
خدای بزرگ، چقدر بزرگی، چه مخلوقهای آفریده‌ای. به هر یکی آنها رنگهای مخصوص داده است. انا این روبین رنگش عجیب است. اگر کمی کمابی کند رنگ خود را با تیزی تغییر داده از بی‌آبیش خبر می‌دهد. اکنون به کاکتوس نگر. در بالایش یک گل دارد، قدش پست است. برای محافظت گلش 1000 خار برآورده است تا اینکه به او دست نرسانه. خودش را محافظت میکند. خار برای محافظت گل است. خدای بزرگ، کنی اگر توانی دست رسان. انا به این نگر، من کاکتوس را دوست میدارم. انسانی خاردار را هم دوست میدارم. آقای قهرمان، امروز به حبسخانه مبلغ فرستیم. نه لازم نیست. امروز خانم پینار مرافعه دارد، آزاد می شود. گوش کن گونگ، با خانم حفیظه گوی که این گل ها را خوب نگاه بین کند وگرنه از کارش پیش بکنم. امینه ای خدا، من رو به کجا برم؟ در این نزدیکی یک بیمارخانه بود، به همانجا میبرم. امینه؟ با من چی شد؟ نترس، میرسیم. من در کجایم؟ تو رو به بیمارخانه میبرم. در راه بیهوش شده افتیدی. نترس، حاضر میرسیم. مرا دار، به نزد دکتر می رویم. بیا. خوب هستی؟ خوب هستی؟ خانم همشیره، این کس در راه اسوس رفتن، احوالشون خوب نیست. یکان دکتر رو جای زنید. شما انتظار شوید، من حاضر جیغ میزنم. بیا در آنجا شینیم. چی شد؟ ما دیر کردیم. نه، من نوامدم. وای دیوانه را آوردند. نه، آنها را کمی دیرتر می آورند. این حریف را از کارش آزاد نکرده بودند. در اینجا چیکار میکند؟ کار او این نبود آخر. کار او دیگر است. شرف باز به حالت پیشینه بر نگرده. مایلش من از پس شدن در پیش فریده دلگیرم. با آنها کردور نشد. دکتر بگوید با او چی شده است؟ حالا چیزی نمی نماید، اما اگر گفته هایش رو به نظر گیریم من از چیزی دیگری شبهه دارم. شما چی گفتن میخواهید؟ تو چند ساله ای؟ شناسنامه در کجاست؟ در جزدانم. جزدانش در ماشین است. زود شناسنامه‌اش رو گرفته بیارید. او رو به قید گرفته تشخیص میگذارونیم. چیزی نیست میگوید. چرا تشخیص میگذارونید؟ کمی دیرتر میفهمی. کیها آمدن؟ شما با فکرم آخری افسانه را شنیدن میخواهید؟ اگر خواهید من نقل کنم. از هوا یک پینور افتید. او داشته نتوانیست. این دستگیر کرده نتوانیست. اینش باشد ترکانده نتوانیست. حالا هم دیر نشده است. آقای کمال خواهش میکنم
تنی راهگرد رفتیم. دیگر از دستت کاری نمی‌آید. رویم رو از تو پس گرفتن. دیگر در پس کسی پنهان شده نمی‌توانی. کاش میدونستی با من چه خیلی خوبی کردی. من شب و روز دعا میکنم که از روی بدنمودی تو خلاص شدم. خدا به شرف صبر دهد. چطور طاقت میکند؟ راهگرد. اهمیت نده جانکم. دخترم او به زیباییت حسد میبرد. آخر او با روی خنکش مونده است. این را سخت دارید. خونرویش من میشود. چرا تشخیص کرده؟ بیماری من چیست؟ حاضر میفهمید. شما شنید دکتر خودشون به شما میفهمونند. نوبت کیست در رویت؟ ابله این چی کاری کرده گیتا؟ بسرت بلا خریدی. امینه خیز رفتیم. چی شد؟ خیز گفتم بسیار سوال نده. آخر ایستا نتیجه تشخیص براید. نتیجهش معلوم است کنی خیز رفتیم. زودتر مایلش. با کجا می رویم؟ رفتیم بیا رفتیم. گبزن آخر با کجا می رویم؟ چرا می گریزیم؟ از حامله دار بودنت شبهه دارن. گب نزن و با من بیا. адвокати дарёчитин. хон масум биёед. даъвогар Фарида Юлмаз. جانم اگر خواهی در جای من شین. لطفاً از جای خیزید. مرحمت شنید. جناب دادستان، مرحمت ادعانامه را خوانید. من مردم. خدایا من مردم. ایستا زود داد و وای نبردار. ابلهی نوبکار به همش تو گناهگاری تو. دیوانگی نکن. من زورت کردم. خودت خواستی. با پای خودت آمدی. مگر من به تو گفتم از خانه‌ات گریز؟ دیگر داد و وای نکن.
گوش کن، اگر آدم بر این رفتار کنی به تو کمک میکنم، وگرنه حاضر در میان راه میفرارم. فهمو؟ دادستان را شنیدیم. جوابگر چی گفتن میخواهد؟ آنها با من بازی کردند. در اصل جبر دیدم منم. گناهکار اساسی آن اقرب است. مرا باشد به کارهای بدش استفاده کرد. من بیگناهم. به احوالت نگر. چی زندگی کنی چی نه. من به تو فرصت خوبی میدم. یک حیات تماما دیگر. جناب سودیا، خونی چندین آدمان را او رزاند. چطور بیگناه بوده میتواند؟ بمب را او ترکاند. پدر و مادرم را بکشت. همه این کار را به چشمانی من نگاه کرده انجام داد. اگر نمیگریختم مرا هم میکشتند. مرا چند روز در تهخانه محکم کردند. زاره و تولد میکردم. اگر نمیگریختم این بیرحم مرا میکشت. آنها نه تنها رویم را، شوهرم را، عائله‌ام و تمام دارایی‌ام را گرفتند. مرا از اینجا برارید. دمت را گیر. به این هم عصبهایم خراب است. باز پیش از دکتر تو را جراحی نکنم. در روزی توی همسرم را دزدیدند. من باشم ندانسته با دشمن اشدیم آیله دار شدم. هرچی داشتیم قصدش را کردم، حتی با جانم. این دختر رو بینیده؟ مرا به چی ها گرفتار کرد. لعنت بر روزی که تو رو دیدم. جناب، دختری به حاجتخانه رفته همراه شما بود؟ بله. هیچ نمی براید. مشتری ها انتظارند. رفته بینید. امینه، امینه در رو کشو. از هوش نرفته باشد. اینجا کلید احتیاطی ندارد. باید باشد. من می آرم، اما شما می کشوید. مایلش. امینه در رو کشو. امینه گیرید. امینه محو شدم سهیل، محو شدم. مرافعه را به آخر میرسانم. در خصوص زیر حمایتان آخرین سخنتان را گویید. جناب سودیا، مشاوران و جناب دادستان، هرچی گفتند راست است. زیر حمایه هم خانم پینار در این واقعه ها فکران و فعلا جای داشته است. سوال اساسی این است که چرا این کار را کرده است؟ وقتی باری آخر تفتیشات گذراندیم واقعی نوی معلوم گشت. او چی گفتن میخوادن؟ خاموش. دوام دهید. چون فرصت کم بود آن معلومات ها را به شما سپاریدن نتوانستم. حالا سپاریدن میخواهم. چه خیلی معلومات؟
این چی بود؟ دوام ده. چنانه از این معلومات ها برمی آید خانم پینار پیشتر در قید پسیخیاتری بوده است و در دوام چند سال طبابت هم گرفته است. چند سند حجت آماده کرده است. این چی معنا دارد؟ دیوانه ها از جوابگری آزادند خانم نباید. اخرب گفتنی شخص از ضعیفی زیرحمایه هم استفاده برده او را به کارهای بد وادار کرده است. خانم پینار از این کارها خبر نداشته است. او چه میگوید؟ جناب سودیا دروغ میگوید. من با چشمان خودم دیدم چندین بار او فرمان میداد. سردار او بود. سخن ادوکات رو نبرید. به شما سخن ندادیم. مرا دوام ده. جناب سودیا اخرب زیرحمایه بیمارم را به ترس و زورآفری به هر کار وادار میکرده است و پینار ناچار و بیخبر فرمانهای او را به جا می آورده است. چون که مثل دعواگرانی در اینجا بوده زیرحمایه ام را نیز تهدید میکردند. یعنی جناب سودیا طفل نوزاد چقدر گناه داشته باشد پینار در این پرونده همان قدر گناه دارد. جناب سودیا از برای خدا این زن مثل حیوانی درنده. لطفاً به جایتون شینید. فریده آرام شو. من 6 سال باز این روز رو انتظارم. 6 سال است که جگرم میسوزد. این زن را برارید. اگر کمی وجدان داشته باشید این زن را رها نمی‌کنید. خدایا این چی گپ است؟ آن همین طور می شود. خاموش باشید وگرنه همتون را به بیرون میبرارم. جناب سودیا این زنی رو که دیوانه میگوید یک وقت تمراشکار میکردم. این زن نه دیوانه است و نه بیمار. آقای کمال او را هم برارید. جناب سودیا خطا میکنید. خاموش باش وگرنه در حقت پرونده بکشایم. آخرین زن دروغگوی است. شما را هم فریب میکند. جناب سودیا التماس خطا میکنید. باور نکنید جناب سودیا. رهایش نمی کنند همین طور نه؟ حجت دیوانه خانه گرفته است. آقای عزیز گفت. با این دعوا چی میگوید آقای دادستان؟ باید کمی تفتیشات ادامه یابد. قرار خواهشمندم در وقت خواندن قرار به خاموشی رعایت کنید. بنا به دلیل‌های جانب جوابگر برای تشخیص سلامتی جوابگر او به بیمارخانه پسیخیاتری خوابانده شود و در نظارت هیئت دکتران طبابت بگیرد. با مقصد اثبات شدن دلیل‌های در دست بوده مرافعه را به وقت دیگر می‌گذرانیم. مرافعه امروزه به آخر رسید. این چطور می شود؟ این طور نکنید. آخر این زن گناهکار است. چطور قاتل پسر و شوهرم رو به جزا میمانید؟ خدا نجاتتان دهد. حتما در بیمارخانه وا میخورید. تشکر. با آقای قهرمان منتداریم رو رسونید. خوش باشید. انا همینطور آقای شرف. مرحمت. چی شد؟ حبسش میکنند. در بیمارخانه جورا جان و خبرگیریم بیا. آخر شوهر سابقم هستی. باوریم نمی آید این زن باز نجات یافت. او چطور نجات یافت؟ خواطر نشوید. در بیمارخانه دروغشان فاش می شود. ادوکاتش گفت که طبابت کرده است. این را برای وقت را پشال دادن میکنند وگرنه در دست یکون دلیلی ندارند. چطور وجدانتون عذاب نمیدهد مگر خونی آدمانی بیگناه شما را راحت میگذارد؟ از جزای خداوند مگر نمیترسید؟ شد فریده رفتیم.
لبای مبارک شود آقای قهرمان. خانم پینار را به بیمارخانه فرستادند، یعنی از حبسخانه آزاد شد. آفرین، کارت را خوب انجام داده. مبلغ آماده است، مالش تا بازدید. امینه آرام شد. ما کمی فکر کنیم. باید از این کودک خلاص شویم. اما چطور؟ باید خلاص شویم؟ چی کار میکردیم؟ در این سین و سال من و تو پدر و مادر شویم؟ جونم، من برای پدر شدن هنوز آماده نیستم. گفتی اویلا دور میشویم ها؟ آخر انگشترین ها در کی ساعت بودند؟ وقتی کودک پیدا شد همش به آخر رسید. تو به این هم از اول مرا نمیخواستی. اویلا دور میشویم گفتم مرا فریب میکردی ها؟ میفرایم مرا فرار. استا، با کجا؟ دستت را گیر. به همه کی بودنت رو میگویم. نمیترسم، به همه میگویم. با پنهان کردنم چی شد؟ تو حالا مرا در نیمه راه میگذاری. تو رو شرمنده میکنم. از بالایت به پلیس شکایت میکنم. تو در حال علنگه نگیر. من نگفتم که اویلا دور نمیشم. اویلا دور میشم. من همیشه آرزو میکردم. اما حالا ما جوان هستیم که امینه در آینده فرزنددار میشویم. به تو باور نمیکنم. جانکم راست میگویم، با من باور کن. با یک شرط باور میکنم. این بیگاه به خواستگاری میآیی. همین بیگاه؟ بله، همین بیگاه. مسئله رو حل میکنی، به خواستگاری میآیی. اما اگر باز فریب کردن خواهی، قسم میخورم که به همه چی خیلی نابکار بودنت رو میگویم. امشب مرا به کار دعوت کردند. خیر چی؟ اکنون میروی؟ مجبورم. دوستم، تو دیگر فکر داشتی کو؟ با پلیس همکاری میکنم گفتی؟ آخر رفته مصلحت کردن میخواستم که مرا دستگیر کردند. بعد از برآمدن به نزد کمیسر عزیز رفتم، ولی او را از کار آزاد کردند. فرصتی موافق نشد. گوش کن جولا جان، وقتی کار را نیت کردی از آن دست نکش. اگر این دفعه دستگیر شوی چی کار میکنی؟ با پلیس چی جواب میدهی؟ بعد از آن پلیس هیچگاه به تو باور نمیکند. مادر این شمایید؟ امینه؟ چی شد خواهرم؟ چرا بر وقت آمدی؟ بیمار شدم. من میروم. تو خواهرت را نگاه بین کن.
خدایا اگر او بگاه به خواستگاری نآید من چه کار میکنم؟ ابله نوبکار رفته عریضه نویسد چی؟ نیاکا تا بگاه به من مهلت داد. ابله این تئاتر است که در وقت سر می شود. اگر قهرش آید و با مادر و پدرش نقد کند چی کار میکنی؟ اکا چی کار کنم؟ گوش کن، زود یگان خیشت را بگیر و با خانهشون رفته خواستگاری کن. اکا من کسی ندارم، تنها شما را دارم. نخواد، راست میگویی. بیا یک جای روی برآورده به دستی راستت میدهم. به عقل مرا بینند در حال جای گریز میکابند. مادری اوگه داشته کو همراه او رو. وای در عمرش نمیرود. چه خیل نمیرود؟ زود رفته راضیش کن. با او گوی که یا به تویم میوی یا به جنازم. اقلا 5-6 سالش میدادند. کمی تسلی میافتم. علامه میکند. شوهر و پسر در زیر خاک خوابند. قاتلشون دور و دوران دارد در پیش چشمم. مگر این کار چنین می انجامد مادر؟ من ادوکات نو میگیرم، او با آسانی رها نمی شود. من یک چیز رو دانستن میخواهم. در پسش کی ایستاده است؟ پول یافته ادوکات تعیین کرده است. معلوم است آخر مدام ما رو فریب داد باز شخص دیگری رو فریبته است. این بود چی میخواهد؟ لبای سعید. مادر جان چه حال دارید؟ گپ رو دراز نکن، چی میخواهی؟ با خدا شما رو سخت پزمان شدم. با شما وا خوردنیم. فهمیدم پول میخواهی آخر. این طور نگوید مادر جان. با خدا پول نمیخواهم. با من شما لازمید. گوش کن سعید، حاضر طبعم خیره است. گپی بیهوده نمیخواهم. ایستید، خاموش نکنید. به خاطر پدرم. مگر پدرم مرا به شما امانت نگذاشته بودند؟ مرا در چنین روز تنها میگذارید؟ چی گپ است؟ کنی درست فهمم؟ مایلش میفهمونم. به قهوه خانه لب ساحل بیایید. خیلی گپی مهم دارم. همش رو میگویم. مایلش. چرا باز با او کمک میکنی؟ مگر نشنیدی که در نبودن چیکارها کرد؟ وفا شرف. سعید امانت شوهر سابق هم است. باز شوهر سابق میگوید. آخر او مرده رفت. از این پس ما عائله‌ات هستیم. همین طور بعضا به خودت هم این رو خودی رسان کنی خوب میشود. من میروم. با کجا میروی؟ رفته میآیم. بگاه وا میخوریم. مادر جان شما رو هم به نزدیکی به خانه همون میکوچونیم. مایلش زیق نشوید. خیر. جوابت رو گرفتی؟ آمدن ما رو چند ساعت شد؟ اینها باشند نه رسیدن. کی میشد؟ فریده و عزیز. تسلیش داده است. به سیر و گشت رفتند. مادر این طور گپ نزنید، سرم به درد میآید. پسرم من به تو یک چیز رو گویم. انا در دیوار هم می نویسم. اگر فریده عزیز را نگیرد نامم نباید نباشد. شما چی ها میگویید؟
مگر فریده این کار رو میکند؟ دعا کن که کند، وگرنه در محله نامه برارد. من او را فکر نمی کنم، نه بیرهایم را فکر می کنم. از آمدنم پشیمان شدم. من به تو گفتم که از این محله یک جای برآمده رویم. شما خود را بیهوده زیغ نکنید فریده خانم. او با آسانی آزاد شده نمیتواند. اگر لازم شود به سود عالی شکایت میکنیم. راست میگوید. تشکر زیاد آقای عزیز. تا باز بی. فریده رو به کجا بردی؟ در کجا بوده؟ بس است. تا حال خانم فریده ناراحت نشود. گفته چیزی نگفتم. چی باید به تو حساب بدهم؟ بله میدهی. او حالا هم همسری من است. یکمش او همسری تو نیست. دویمش نیت من جدی است. اکنون از رو هم دور شو. چی شد؟ چه حال دارد؟ نمیدونم مادر جان. آمد و رفته خواب کرد. آمینه. دخترم همینطور خواب رفتی. لباسهایت رو نبرآوردی. یگان جای درد میکند. بیا به بیمارخانه رویم. نه من خوبم. هیچ چیز نشده است. مرا به حالم گذارید. خوب مالش. ولی بیماری گفته خاطر شدیم. پس برای چی اینقدر گریه کردی؟ ها؟ هیچ چیز نشده است آخر. خواهش میکنم مرا به حالم گذارید مادر جان. کنی با من نگاه کن. برای سعید گریه کردی؟ باز از پیشت در آمد. آخر من کسی رو ندیدم. با کسی گپ نزدم. مرا به حالم گذارید. مایلش دخترم. یکون چیز میخواهید؟ نه من خواستم رو که ها گرفتم. لبای؟ نه چیزی نیست. خوب مالش. سعید زود گپت را گوی. من وقتی زیادتی ندارم. چیت مادر جان؟ به حضور گپ زنیم؟ مادر جان با شما باید به یک جا رویم. به کجا؟ یک دختر است. چه خیلی که میگویند یک کاری خیر. یعنی چی؟ برای تو خواستگاری میرویم؟ اویله‌دار میشویم؟ بله.
ба ҷуз шумо касе надорам. ки маро ҳамроҳӣ мекунад? маҷбур ба шумо занг задам. хеле хурсанд менамоӣ саид. чаро не? гӯш кун саид, кори хайр гуфтӣ, аммо медонӣ мушкилӣ дар чист? ман ҳеҷ гоҳ ба ту бовар намекунам. ҳозир рафта хосгорӣ мекунем, ба гоҳ ягон хато мекунӣ, маро ҳам дар бало мемонӣ. агар ту ҷиддӣ бошӣ, ман ба ту кӯмак мекунам. ин кор хеле ҷиддӣ аст модарҷон. маҷбурам ба ин кор. наомад, намеояд. охир ӯ парвои маро надорад. худоё, ман чӣ тавр инро пинҳон мекунам? бояд фаҳмонам. охир акам маро мекушад. модарам девона мешавад. барои касе нигоҳ карда наметавонам. кош ҳамон рӯз мемурдаму ба назди ӯ намерафтам. духтарам, бедор шудӣ? ман барояд шӯрбо пухтам. кани биё. модар, духтарам, чаро аз саҳар боз ин қадар рангурӯят паридаву зиқ менамоӣ? кани ба ман дардатро бигӯй. бигӯй духтарам, ман ба акаат намегӯям. шумо аз ман намеранҷеда? чаро аз ту ранҷам, ҷонакам? ягон мушкилие нест ки ҳал нашавад. ҳарчӣ набошад, маро дӯст медоред, ҳамин тавр не? ман модарат ҳастам, ҷонакам. магар модар фарзандашро озор медиҳад? албатта дӯстат медорам. кани гап зан, духтарам, ҳамаашро нақл бикун. модар,